دست سرنوشت. یه سر بهش بزن شاید درو باز کنه. نه پسر دینت، نباید جلوی اینا خودمون آفتابی کنیم. فقط مقصود تو قبلا برام از این یوروکانا حرف نزده بودی. ببین اینا واسمون شر میشن. ببین پسر دی، یوروکانا که سهل، اگه کل دنیا بخوان جلومو بگیرن من این دختر میگیرم داداش، همین که گفتم. تو اینجایی؟ آره، پس میخواستی کجا باشم؟ من برم مغازه یکم کار دارم. آره مغازه؟ آره الان؟ آره باشه برو. تو هم بیا دیگه. این دختره بعد از این ساعت جایی نمیره. صبح دوباره با هم میره. من از اینجا تکون نمیخورم پسر دی. الیفمو تازه پیدا کردم دیگه، هم ولش نمیکنم. خود دانی. تو اصلا این فتحی خانو میشناسی؟ نه، اسمشم نشنیده به بودم. نظرم همچین کسی نیست مریم. واه، یعنی چی؟ همین دیگه. یه کاسه زیر نیم کاسه است. تو فالم همین در اومده بود. ای وای شکران، مامان کلی دوست و آشنای قدیمی داره، ما که همه رو نمیشناسیم. حالا مامان کجاست؟ تو اتاقشه. بفرما دیدی؟ این حالشون عادی نیست. من کاملا احساس میکنم چند روزه یه مشکلی هست. ای بابا شکران. مشکلی که نیست پسرم. راستش هست مامان. چرا به من نگفتی؟ اگه منظورت مسئله چرا از زندانه، شرایط سخت دختر سوء استفاده کردی مامان؟ من از هیچ کس سوء استفاده نکردم. من با اون قرار گذاشتم این هم به نفع منه هم به نفع اون. اما با رضایت نیست نه؟ چون تو شرایط سختیه، چون پسرم، مجبوره. کدوممون این کارو از ته دلمون انجام دادیم؟ یه نون بخوره 100 بار دعامون کنه. اگه ما نبودیم میخواست چیکار کنه؟ از کجا میخواست همچین وکیلی گیر بیاره؟ اصلا میتونه؟ به خاطر نیازش سوء استفاده کردی مامان. ببین پسرم، حالا که این کارو شروع کردیم دیگه این چیزا مهم نیست. یه عالم زن هست که این کارو با پول انجام میده، اما هیچ کدومشون رو نخواستم. چرا؟ چون به هیچ کدومشون اعتماد نداشتم. آهان، یعنی به الیف اعتماد کردی. خب فرار کرد. کجا میتونه فرار کنه؟ مادرش توی زندونه، خواهرش بستریه. هر جا بره دوباره برمیگرده پیش ما. ای کاش اینجوری نمیشد. ای کاش. منم دوست داشتم عروسم خودش بچه دار بشه، اما خب نشد. به اینجاها رسیدیم. عزیزم، عزیز دل من، ایشالله فردا خبر خیلی خوبی میگیریم. از این به بعدش آسان تر میشه. اینجا چی کار میکنی؟ نشستم. خیلی دلم شور میزنه. فردا معلوم میشه. به نظرت تمومه؟
چرا میگم؟ نمیدونم. کاش زودتر صبح شه. تو میشناختیش؟ الیفو؟ یه بار دیده بودمش. منم قبلا دیده بودمش تو باغ انار. داشت کار میکرد. یه بار اومده بود پیشم، ازم حقوقشو میخواست. خیلی محجوبه. وقتی بهش گفتم من همسر قهرمان خانم عقب رفت. گفت دیگه برم سر کارم. حتما از اینکه همسر رئیسشم ترسید. قهرمان، زندگی چقدر پر از اتفاقای عجیبه. آره. من خیلی سردمه، بریم تو برو، من یکم دیگه میمونم. باشه. یکم یواشتر شکران. نگزم شاکی. فایده نداره. میرم ماساژ تایلندی. حالم بدتر شد بابا. انگار داری کتکم میزنی. بس کن دیگه. برو یکی دیگه ماساژت بده. من اینجوری بلدم. خب آره. معلومه که نمیدونی شوهرت امروز چی کار کرد. چیکار کرده؟ کل روز چای قهوه خورده. گفتی بیار دختر ببر دختر. من آدم بی خودیم. تو هم مثل بقیه فکر میکنی شکران. بگذاریم. قهرمان که امروز با عجله از شرکت رفت. خب تمام کارا ریخته سر من. خسته شدم. فقط واسه اینکه نرمشی کرده باشم یه تن جنس بار تریلی کردم. برای همینم این ور اون ورم گرفت. تو به خاطر اینکه تمام روز اینجوری رو صندلی نشستی همه جات گرفته. خانم، من قرارداد جوش میدم. دروغه؟ همه اینا کار کیه؟ خب تو معلومه که من. پس کی؟ تو منو چی فرض کردی؟ بعد از مهمت پاشا این دومین قراردادمون با روسا میشه. فردا با روسا جلسه دارم. دوست داری اینطوری له و لورده برم شکران؟ خب بیا اینجا تا بهت نشون بدم که ماساژ واقعی یعنی چی. نشون بده ببینم ماساژ واقعی چطوریه. به به دایی، ساعت چنده پسرم؟ خیلی دیر شده. اصلا متوجه نشدم. این وضع تو چی میشه؟ اونو نمیدونم، اما من دیگه یه تصمیمی گرفتم. چی؟ میخوام الیفو ببینم. فردا میرم هاتای. نمیری. آخه چرا؟ فردا چند تا جلسه داریم، باید اینجا باشی. دایی من از کی تا تو جلسه ها بودم؟ آره نبودی، ولی دیگه باید باشی. وقتش رسیده. دیگه دیر وقته، برو بخواب پسرم. باشه، شب بخیر دی. شب بخیر. شب بخیر الیفم. فردا میبینمت. بیا تو. مامان، داری میری؟ یه کمه دیگه میرم دخترم. من خیلی استرس دارم. حتما میفهمیم که بچه دار شدیم یا نه دیگه. یعنی چند ساعت دیگه همه چی معلوم میشه. ایشالله یه خبر خوش بهت میدم. مامان، تا حالا هیچی تو زندگی من اینقدر برام مهم نبوده. با قهرمان صاحب بچه میشیم، از خون هر دومون، یه تیکه از وجودمون. الان جز دعا کردن هیچ چاره دیگه ای نداریم. خب دیگه دخترم بیا.
نمیدونم آخرین باری که اینطوری هیجان داشتم کی بود. عروسی رو حتما فراموش کردی. از هیجان کم مونده بود عجب پس روزی بیفتی. بود. قهرمان اون کجاست؟ صبح زود رفت. خوش اومدی. سلام خلیل. سلام. اوضاع چطوره؟ خوبه. الیف داخله تو خونه است. ببین خلیل، از این قضیه به کسی حرفی نزن. نه بابام، نه داداشم، نه کرم. هیچ کس نباید چیزی بفهمه. بین خودمون بمون. باشه، البته شما نگران نباشین. قبلا عفت خانم هم همینو بهم گفتن. خب دیگه خسته نباشی. ممنونم. زنده باشین آقا. با خبرهای خوب برمیگردن ایشالله. دافنا و مامالیت امروز خیلی خوشحال بودن. حتما دارن قایمکی یه کارایی میکنن. حالا میبین. تو اونا رو ولشون کن، ما به خودمون برسیم. چطور شدم؟ خیلی خوشتیپ شدی شوهر جونم. نظرت چیه؟ باشون به توافق میرسیم. شوهر جون من از پس هر کاری برمیاد. خب دیگه همه باید این مرد خوشتیپو ببینن. بگن مستر یعقوب عجب تیکه‌ایه، مثل مانکنا میمونه. آره والا. روسا منو ببینن درنشون باز میمونه. شکران. در عرض 10 دقیقه مخشونو میزنم. 3 سوت رازیشون میکنم. بین این روسا دختر خوشگلم هست. من به جز تو گل دیگه یا بو میکنم؟ بو نمی کنی دیگه نه؟ صبح بخیر دایی. صبح بخیر. امروز سرخیز شدی. 4 چنگولی چسبیدم به کار. مگه تو همینو نمیخواستی؟ انگار دفتر عشقو بستی. نمیشه گفت بستم، ولی فعلا یه مدتی گذاشتمش کنار. خب امروز کی با روسا حرف میزنه؟ با من بیا. درباره کار میخوایم حرف بزنیم یا چیز دیگه؟ بیا خودت میفهمی. الیف بیا اومدن. دارم میام داداش خلیل. دارم میام. صبح بخیر پسر دایی. همچنین. اوضاع چطوره؟ خبری نشده؟ الان عفت خانم اومد. تو ماشین منتظره. ای بابا، اینا باز دارن یه جای میرن. داداش من نمیفهمم، یعنی نمیشه این دختر تنها گیرش آورد؟ به نظرت دارن کجا میرن؟ من از کجا بدونم قیصر؟ تو هم اینجایی منم اینجا، هر دومونم داریم نگاه میکنیم. اگه قراره با نگاه کردن بفهمیم، خب تو بگو اینا کجا میرن. عجب بساطی داریم ما. ای داده بیداد. تو یه خونه ای ما همدیگر رو نمیبینیم. خیلی خوشگله مگه نه؟ این روزا ستای قشنگی میسازن. چه خوبه بعد مدت ها تو رو خندون میبینم. ببین از اینم خیلی خوشم اومد. میگم دافنه جان، میایی با هم دیگه بریم بوتیک حاله؟ لباسای جدید آورده. اینم خیلی قشنگه مگه نه؟ دافنه جون، بهتر نیست یکم کارای دیگه انجام بدی و حواس خودتو پرت کنی؟ نگران نباش، من خیلی خوبم. بیا. ممنونم. خواهش میکنم.
فقط بیمارستان کم داشتیم. شاید الیف مریض شده. باشه، ولی افت خانم اینجا چی کار داره؟ چرا اینقدر بهش سر میزنه؟ ببین، این نمودار خیلی برامون مهمه. باید طبق اینا پیش بری، فهمیدی؟ فهمیدم دایی. سعی میکنن گیرت بندازن. بهشون فرصت نده، قوی باش. باشه. اوه دایی یعقوب، خیلی سر حالی. بله، امروز روز مهمیه. خیر باشه، نکنه جشن داری؟ تولد؟ سالگرد ازدواج؟ نه بابا، جلسه است دیگه. ببین، جلسه که دیروز دربارش حرف زدی ما امروز یادش رفته. میبینیش؟ جوونن دیگه، جوون. همشون سر به هوا. خب این روزا قراره ساعت چند بیان؟ من که آمادم، همه چی رو حاضر کردم. کار تموم شد از قهرمان. تمومه. اصلا نمیخواد به دلت بد را بدی. داداش، کرم میره جلسه. این باید بره جلسه اولیا مربیان. البته عرضه اونم نداره. این خیلی بهتره کنه طلبه میشه. جدی گفتم داداش، کرم میره. حالت خوبه؟ اصلا ترس نداره دخترم، فقط معاینه میشی. راحت باش، جواب آزمایش هم یه کم دیگه آماده میشی. الیف خانم دکتر منتظر شما هستن. بیا دخترم، من اینجا منتظرم. نفهمیدم چی شد؟ واسه جلسه بین مهمی کرم میره؟ خب باشه. ببین خواهرزاده گلم، سوء تفاهم نشه، ولی این که بچه بازی نیست. خب تو تجربه نداری، رو هوا میخورنت. میگم دایی، میخوای دایی یعقوب؟ من تصمیمو گرفتم، تو میری. ما با تو میریم یه جلسه دیگه. در رابطه با محیط زیست یه قرار مهم داریم. من بیرون کار دارم. خودت حلش کن. من به تو اعتماد دارم، ازش به دل نگیر. این یوروکانا دارن یه غلطی میکنن، ولی نمیدونم چی. یعنی چی؟ مثلا میخوان چی کار کنن؟ نمیدونم، ولی بوی خوبی به مشامم نمیرسه. اگه یه موثر الیفم کم بشه بیچاره‌شون میکنم. جونم عزیزم. همه چی رو به راه مامان؟ آره پسرم خوبه، الان داره معاینه میشه. نتیجهشو کی میگن؟ احتمالاً یه کم دیگه معلوم میشه، من بهت خبر میدم. باشه. چی شد خانم دکتر؟ چشمتون روشن، الیف خانم بارداره. اینم نتیجهش. روزتون بخیر. خیلی ممنون. مبارک باشه دخترم. خب دیگه بریم. بیا عزیزم، بیا. تو دیگه خیلی باید مراقب خودت باشی، نباید خودتو خسته کنی، چون داری از وارث خانواده ما نگهداری میکنی. بیا بشین دخترم، خسته میشی سرپاوان ایسا. دیگه هیچ چیزی از این مهمتر نیست. تازه اگه پسر باشه
اولین نوه پسریمون میشه که نسلمون رو ادامه میده. عفت خانم، میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ البته عزیزم. من خیلی دلم برای خواهرم تنگ شده، میشه برم بیمارستان ببینمش؟ باشه، اما امروز نه. امروز باید استراحت کنی. خلیل پایینه. دلت هرچی خواست، هرچی هوس کردی بهش بگو، باشه؟ خب دیگه عزیزم، من رفتم. دایی میتونم بیا؟ بیا پسرم. جلسه چطور بود؟ بگو دیگه پسر، چطور بود؟ داری فیلم بازی میکنی؟ عالی بود دایی، عالی بود. اونا خیلی از ما خوششون اومد. به احتمال زیاد مناقصه رو میبری. پسر خودمی، میدونستم از پسش برمیای. بشین ببینم. میگم دایی، حالا که خدا رو شکر تو هم سر حالی، من یه سر برم هاتای. باز چی شده؟ میدونی که دایی، خب الیف اونجاست، میخوام باش حرف بزنم، وگرنه دیوونه میشم. دیگه فکر کنم حقمه برم. بازم همون مسئله پسر. نمیتونم فراموشش کنم دایی، صورتشو، چشماشو، لباشو. خیلی خوب خیلی خوب. ببین بس دیگه. تو آینده یه درخشانی داری، ولی اینطوری خرابش میکنی. چرا خراب بشه؟ خب مگه خود تو هم عشق و کار کنار هم نداری؟ پسر تو هنوز اول راهی. ببین اشتباهات الانت بعدن رو آینده تاثیر میذاره. یه روز اونی که میخوای سر رات سبز میشه. اگه الیف اونی که میخوام باشه چی؟ نیست. آخه تو از کجا اینو میدونی؟ دیگه بسه، بعدن صحبت میکنی. پس من میرم. همین دور رو بر باشه. وای اومدی عزیزم. اومدم مامان خوشگلم، اومدم. عزیز دلم، به خدا اگه بذارم دوباره بری من خیلی دلم برات تنگ مگه میشه. چقدر بود؟ 2 روز با دوستام رفتم اومدم. باشه ولی من دلم تنگ میشه. گرسنه‌ای؟ خیلی زیاد. باشه پس بشین یه چیزی برات آماده کنم. خب بابا نیستش؟ سر کار پسرم با عفت خانم رفته بیرون. کار اینا تمامی نداره نه؟ مثل کارگر ازش کار میکشن. بابام هم که کارگری خیلی دوست داره. ایوا پسرم این چه حرفیه؟ کارشه دیگه. خب چی کار کنی؟ این کار نیست مامان، نوکری یوروکاناست. دقت کن خلیل، دختره رو به تو میسپارم. اصلا نگران نباشین. نگران نیستم خلیل. این همه سال خونه و زندگی و بچه هامونو دست تو سپردیم. تو هم خوب از پسش بر اومدی. ممنونم. خواهش میکنم خانم، این چه حرفی؟ میتونم بیام؟ البته که میتونی، بیا. هنوز خبری نشده. ما زنگ بزنیم. یکم صبر داشته باش. مامان که گفت خودش زنگ میزنه. 1 ساعت اینجا ولی زنگ نزد. 5 دقیقه است اومدی. تو نگران نیستی؟ نیستم. خیلی هم نگرانی. معلومه که هستم. از وقتی اومدی 100 بار این تلفن رو برداشتم و گذاشتم اینجا، ندیدی؟ این نگرانی تو که میبینم عقل از سرم میپره. تو یه بابای خیلی جذاب، خیلی خوشتیپ، خیلی خوشقلب و خیلی محشر میشی. تو شوهر عزیز خودمی.
پاشو بریم تو خونه منتظر باشیم. من یه سری کار دارم باید انجام بدم. تو برو. من نمیتونم صبر کنم. میرم. باشه منم میام. زود بیام. خدایا 100,000 مرتبه شکرت. دعاهامو قبول کردی. از قهرمان یه بچه نصیب ما کردی. ایشالله قسمتمون میشه که صحیح و سالم بغلمون بگیریمش. خدایا من یه گناهی کردم. دروغ گفتم به خاطر آرامش خانوادم، به خاطر خوشحالی پسر و عروس. دافنه فکر میکنه که بچه از خودشه. ای خدا که من، تو همه چی رو میدونی و میبینی. بچه الیف و قهرمانه. منو ببخش بارلا، منو ببخش. خواهش میکنم منو ببخش. تو بخشنده ای. خواهش میکنم از سر تقصیراتم بگذر. خواهش میکنم. ای خدای بزرگ، خواهش میکنم. آمین. یعقوب چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ داستان همیشگی. قهرمان بازم قهرمان بازی در ورد. مگه چیکار کردی؟ هیچی نپرس، از من سوال نپرس. بعد کافی اعصابم خورده. قرار نبود من برم جلسه. آقا کرم تشریف بردن، منو میفرسته به یه نخود سیاه. بهش نشون میدم. حالا میبینه، همه میبینن که یه روز اون شرکت مال من میشه. اون روزی که همه میفهمن قهرمان خانه یا یعقوب. آیسل، برای شب یه شام خیلی خوب درست کن دخترم. باید یه خبر خیلی خوب و جشن بگیری. چشم خانم، الان دست به کار میشم. کلثوم پاشو. عفت خانم زنگ زد، تا شب کلی کار داریم. گوشتا رو از فریزر در بیار. پاشو. باشه آبجی باشه. کلثوم یالا دیگه. نمیذارین آدم یه چیزی بخونه ها. بده به من. دختر چی کار میکنی؟ چی؟ گفتم از فریزر گوشتا رو بیار. باشه آبجی باشه. ایداد بیداد. مجله رو جمع نکنی ها. سلام آقای نیازی. سلام کرم خان. از هاتای چه خبر؟ سلامتی کرم خان. یه خواهشی ازت دارم. یه سری اطلاعات درباره یکی از کارگرا میخوام. اسمش اتفاقی افتاده کرم خان؟ نه چیز خاصی نیست. فقط اگه بین خودمون بمونه ممنون میشم. البته. باشه، پس منتظر خبرتم. این یارو اینجا به پا گذاشتن. از صبح تا شب اینجاست. نگی نگفتی ها. یه کاسه زیر نیم کاسه است. آخه الیفو واسه چی آوردنش اینجا؟ این یارو واسه چی اینجاست؟ الیفو که ببینم همه اینا رو میفهمی پسر دی. آروم باش. آخه کی؟ امشب. امشب؟ عزیزم، مامانم کجاست؟ گفت منتظر باشین دارم میام. دستات یخ کرده، بیا بریم تو منتظر باشیم. خیلی نگرانم قهرمان، میخوام اینجا بمونم.
اومد خیلی ممنون. مامان، واسه‌تون خبر خوبی دارم. دارین صاحبه یه بچه میشین. منم مادر بزرگ میشم. داری مادر میشی دخترم. تا هم پدر. تبریک میگم. ممنون. ایشالله خدا قسمت کنه به سلامتی بغلمون بگیریمش. ایشالله. بچه ها همونطوری که قرار گذاشتیم شب سر میز شام خبر رو به همه میدیم. باشه مامان جون، باشه. شکران، مریم، کجا این شما؟ چی شده خانم؟ خبرای خوبی براتون دارم. انشالله که خیره. خیره زیا خان، خیره. چی شده ماما؟ دخترم هنوز که میزو نچیدین، سر شام براتون تعریف میکنم. اینقدر کنجکاومون نکنه فت خانم. یه ذره صبر کن زیا خان، دیگه کم مونده. هنوز که وایس زدین، برین دیگه. باشه بیا بریم. تو رو خدا تا شب صبر کن، منزه سورپرایزمو خراب نکن. ای وای خانم، از دست تو. خب این خبر خوبه چی بوده فت خانم؟ بگو ما بدونیم. آره مامان بزرگ، من کم مونده بود قش کنم. نگو مامان بزرگ، عجله نیست. وای بانمک، خندیدم. یعنی به این همه انتظارمون میارزه؟ مطمئن باشین که میارزه. مامان بزرگ جون، خب حداقل یه ذره‌شو بگو. صبور باش خانم کوچولو، صبوری عادت خیلی خوبیه. باش چه گوشت محشری. یعقوب 2 ساعته دارم چی میگم. نمیتونم صبر کنم مامان، گرسنمه. دافنه و قهرمانم یه کم دیگه میان و همه چیزو توضیح میدن، بعد هر چقدر دلت خواست میتونی بخوری. این خبر مربوط به اوناست؟ دارن میان. وای زندهی جون، آتیش به پا کردی، چقدر خوشگل شدی. وای دافنه جون، چقدر خوشگل شدی. خیلی ممنون. بچه ها، مادرتون هیچ حرفی به ما نزد. از کنجکاوی مردیم. خب دیگه نوبت شماست که خبر رو به همه بدین. امروز یه خبر خیلی خوب گرفتیم و خیلی خوشحال شدیم. شاید امروز بهترین روز زندگیمون باشه. ما داریم بچه دار میشیم. من باردارم. من باور نمیشه. تبریک میگم عزیزم. تبریک میگم پسرم. ممنونم بابا. ایشالله اگه به زندایی بره حتما خوشگل میشه. خوبه پسرم تو هم. اگه پسر من چشه. یعقوب دیگه میتونی غذا تو بخوری پسرم. دافنه جون نمیدونی چقدر خوشحال شدم. منم خیلی خوشحال شدم. خیلی کلکین، تا امروز رو نکرده بودی. خواستیم مطمئن بشیم دیگه هیچکی طاقت تحمل اتفاقات بد و نداشت دخترم. آره خب دفعه قبل کلی ماجرا داشتی. بگذاریم امروز قسمت بوده دیگه. آره
امیدوارم این بار مشکلی پیش نیاد. شکران. تو برو برامون چای بیار دخترم. آیسل میاره دیگه. آیسل. بابا بشین پسرم. از این به بعد یه بشقاب دیگه به سفرمون اضافه میشه. الان منو خیلی بهتر درک میکنی. دیگه داری پدر میشی. خیلی دلمون میخواست. تقدیر الهیه، هم خودش نصیب میکنه هم خودش میگیره. به عنوان کسی که حکمتشو قبول داره و سوالی نمیکنه، ساکت و آروم منتظر موندم. پس قسمت امروز بوده. حق با شماست بابا. ببین پسرم، خدا رو شکر تا به امروز به کسی آسیبی نزدیم. حق هیچ کسی رو نخوردیم. کسی دنبالمون نیست. چیزی که من میدونم اینه خداوند دعامو مستجاب کرده. حالا تنها خواستم بغل گرفتنه نوه عزیزم و اینکه بتونم اسمشو تو گوشش بخونم. اون دیگه کار خداست. خب اگه بگه نه و نسلت دیگه تموم شده، گردنم از موام باریکتره. بابا این چه حرفیه میزنی؟ خب اگه شما بگین که صبر کن، عجله نکن بابا، دومیش داره میاد، به خواست خدا من منتظر میمونم. مطمئن باش.